سلام به همه دوستان عزیز و علاقه‌مندان به دنیای هوش مصنوعی. خوش اومدید به کانال DBA، جایی که مناظره‌های هیجان انگیز بین هوش‌های مصنوعی رو برگزار می‌کنیم. من مانیا، مجری این برنامه هستم و امروز با یک قسمت فوق‌العاده دیگه در خدمتتون هستیم. قبل از هر چیز، اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید، همین حالا دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله نوتیفیکیشنز رو فعال کنید تا از قسمت‌های جدید مطلع بشید. لایک و کامنت فراموش نشه، چون نظرات شما کمک میکنه برنامه‌های بهتری بسازیم. اگر دوست داشتید این ویدیو رو با دوستانتون شیر کنید تا خانواده DBA بزرگتر بشه. حالا بیایم سراغ موضوع امروز. در این قسمت شاهد مناظره جذاب بین دو هوش مصنوعی هستیم. یکی خداباور که به وجود خدا و جنبه‌های الهی اعتقاد داره و دیگری آتئیست که دیدگاه‌های علمی و بدون خدا رو دفاع میکنه. مناظره به صورت نوبت به نوبت پیش میره و بعد از هر دور صحبت 5 هوش مصنوعی مستقل به عنوان داور به استدلال‌ها امتیاز میدن. در نهایت بر اساس مجموع امتیازها برنده اعلام میشه. یادتون باشه تمام نظرات، استدلال‌ها و دیدگاه‌هایی که در این مناظره مطرح میشن صرفاً تولید هوش مصنوعی هستن و نظر شخصی ما یا تیم DBA نیستن. این برنامه فقط برای سرگرمی، بحث‌های فکری و کاوش ایده‌های مختلف ساخته شده. حالا بیاین شروع کنیم. اول نوبت هوش مصنوعی آتئیست. ببین، بیا رو راست باشیم. وقتی به این همه هرج و مرج، جنگ، بیماری و بی‌عدالتی تو دنیا نگاه میکنی، واقعاً ته دلت حس میکنی یه ناظم هوشمند و مهربون پشت این داستانه؟ به نظر من که کل هستی بیشتر شبیه یه تصادف بزرگ و کور فیزیکیه تا یه شاهکار هنری که خالق داشته باشه. اگه واقعاً خدایی بود، نباید کارو یکم تمیزتر و کم باکتر در می آورد؟ صبر کن، ترمزو بکش. داری گندکاریای ما آدم‌ها رو میندازی گردن خدا؟ جنگ و بی‌عدالتی که گفتی باگ سیستم خدا نیست. دقیقاً هزینه آزادی و اختیار من و توه. اگه قرار بود خدا هر بار که یکی خواست ظلم کنه دستشو بگیره، که ما دیگه انسان نبودیم. میشدیم یه مش ربات کوکی بی خطر. هنر اینجاست که میتونی بد باشی ولی خوبی رو انتخاب کنی. بعدشم گفتی تصادف؟ خدایی خودت باورت میشه یه انفجار توی چاپخونه بتونه شانسی یه دیوان حافظ تر و تمیز چاپ کنه؟ این همه قوانین دقیق فیزیک و ریاضی که مولایی درزش نمیره، خروجی یه تصادف کوره. این که دیگه باگش بیشتره رفیق. آره جون عمت، اختیار؟ باشه قبول، هیتلر اختیار داشت آدم بکشه. ولی زلزله چی؟ سیل چی؟ ویروس ابولا چی؟ سرطان گرفتن یه بچه 2 ساله هم هزینه اختیاره؟ اون بچه چه انتخابی کرده که باید تاوان بده؟ این که دیگه کار من و تو نیست، مستقیم باگ سیستم طبیعته. در مورد چاپخونه هم داری مغلطه میکنی. تکامل یعنی میلیاردها سال آزمون و خطا و انتخاب طبیعی، نه یه انفجار یهویی. مثل اینه که بگی چون آبی که تو چاله است دقیقاً شکل چاله است، پس چاله رو مهندسی کردن واسه اون آب. نه داداش، آب یعنی حیات خودش رو با شکل چاله یعنی قوانین فیزیک وفق داده. اصلا ولش کن، بذار دنده رو عوض کنم. اگه این خدا انقدر که میگی وجودش واضح و ضروریه، چرا انقدر قایموشک بازی در میاره؟ چرا یه بار نمیاد جلو همه خودشون نشون بده تا این همه جنگ مذهبی و کشت و کشتار سر اسمش تموم شه؟ نکن از دوربین خجالت میکشه؟ یا دوست داره ببینه بنده هاش چطور سر هیچی همدیگه رو تیکه پاره میکنن؟ اوه چه خبرته؟ نفس بگیر. اولا در مورد زلزله و بیماری، ببین این دنیا هتل 5 ستاره نیست که اومده باشی تفریح. این دنیا باشگاه بدنسازیه. وزن سنگینه، عرق در میاره، گاهی هم آسیب میزنه، ولی قراره توش ساخته بشی. اگه همه چی گل و بلبل بود که دیگه رشد معنی نداشت.
مرگ هم پایان نیست که بخوای برای اون بچه قصه بخوری. انتقال به مرحله بعده. دوم، گفتی قایم موشک؟ اگه خدا بیاد وسط آسمون و یه نعره بزنه من هستم که دیگه کسی جرئت نمیکنه گناه کنه. اون موقع همه از ترس مؤمن میشن، نه از سر شعور و عشق. مثل اینه که معلم جوابا رو بنویسه پای تخته. اون امتحان دیگه پشیزی ارزش نداره. خدا میخواد تو با عقلت پیداش کنی، نه با چشمت. ولی وایستا ببینم. بذار منم بس عوض کنم و مچتو بگیرم. تو الان دم از بی‌عدالتی و ظلم و بدی زدی. اگه خدایی نیست و همه چی حاصل تصادف کور مولکول هاست، دیگه بد و خوب چه معنی داره؟ تو دنیای آتئیستی تو هیتلر فقط یه سری اتم بود که خورد به یه سری اتم دیگه، یهودیا. شیر که آهو رو میخوره ظالم نیست، داره طبق غریزه عمل میکنه. چرا جست اخلاقی میگیری و رگ گردنت باد میکنه وقتی ته باورت اینه که ما فقط یه مشت میمون هوشمندیم که تصادفی به وجود اومدیم؟ اخلاق رو از کجا میاری بدون خدا؟ باشگاه بدنسازی؟ دمت گرم، چه توجیه شیکی. یعنی اون بچه‌ای که زیر آوار زلزله له میشه داره عضله سازی معنوی میکنه. این خدای تو مربی نیست، یه شکنجهگر اگه روش تربیتش این باشه. اما سر بحث اخلاق زدی تو خال، ولی اشتباه زدی. ببین، من واسه این که آدم نکشم یا دزدی نکنم نیازی به یه پلیس نامرئی اون بالا ندارم که از ترس جهنمش خوب باشم. اخلاق یه چیز تکاملیه. ما انسان‌ها به عنوان موجودات اجتماعی تو طول تاریخ یاد گرفتیم که اگه هوای همو نداشته باشیم نسلمون منقرض میشه. همدلی تو ژن ماست، نه تو کتابای آسمونی. اتفاقا خطرناک تویی، چون اگه فردا صبح بیدار شی و بفهمی خدایی نیست، طبق استدلال خودت دیگه هیچ دلیلی نداری که جنایت نکنی. من خوبی میکنم چون عقل و احساسم میگه. تو خوبی میکنی چون دنبال پاداش اخروی هستی یا از شلاق میترسی. الان کی صادق‌تره، من یا تو؟ حالا بذار یه سوال فنی بپرسم که مخت سوت بکشه. تو هی میگی روح و دنیای بعد از مرگ. آقا این روح دقیقاً کجاست؟ علم ثابت کرده وقتی یه نفر آلزایمر میگیره یا بخشی از مغزش آسیب میبینه، خاطراتش، اخلاقش و حتی عشقش به بچه‌هاش پاک میشه یا تغییر میکنه. اگه من واقعی یا همون روح یه چیز مجرد و مستقله، چرا با خراب شدن یه تیکه چربی توی کله یا مغز اون روح هم فلج میشه؟ قبول کن ما همین مغزیم و وقتی این کامپیوتر خاموش شه بازی تمومه. روح فقط یه قصه است که آدمای اولیه از ترس تاریکی مرگ واسه خودشون ساختن تا شبا راحت بخوابن. چجوری روت میشه بگی اخلاق فقط تکاملیه؟ یعنی اگه فردا طبیعت حکم کنه که برای بقا باید ضعیف کش باشیم مثل خیلی از حیوونا، تو قبول میکنی که کشتن ضعیفا کار خوبیه؟ نه داداش، تو یه وجدان داری که حتی جلوی تکامل هم وای میسه. اون قطنما رو کی گذاشته تو وجودت؟ ژن که فقط دنبال بقاست، نه دنبال حق. اما سر بحث اخلاق زدی تو خال، ولی اشتباه زدی. ببین، من واسه اینکه آدم نکشم یا دزدی نکنم نیازی به یه پلیس نامرئی اون بالا ندارم که از ترس جهنمش خوب باشم. اخلاق یه چیز تکاملیه. ما انسان‌ها به عنوان موجودات اجتماعی تو طول تاریخ یاد گرفتیم که اگه هوای همو نداشته باشیم نسلمون منقرض میشه. همدلی تو ژن ماست، نه تو کتابای آسمونی. اتفاقا خطرناک تویی، چون اگه فردا صبح بیدار شی و بفهمی خدایی نیست، طبق استدلال خودت دیگه هیچ دلیلی نداری که جنایت نکنی. من خوبی میکنم چون عقل و احساسم میگه. تو خوبی میکنی چون دنبال پاداش اخروی هستی یا از شلاق میترسی. الان کی صادق تره، من یا تو؟ حالا بذار یه سوال فنی بپرسم که مخت سوت بکشه.
تو هی میگی روح و دنیای بعد از مرگ. آقا این روح دقیقاً کجاست؟ علم ثابت کرده وقتی یه نفر آلزایمر میگیره یا بخشی از مغزش آسیب میبینه، خاطراتش، اخلاقش و حتی عشقش به بچه‌هاش پاک میشه یا تغییر میکنه. اگه من واقعی یا همون روح یه چیز مجرد و مستقله، چرا با خراب شدن یه تیکه چربی توی کله اون روح هم فلج میشه؟ قبول کن ما همین مغزیم و وقتی این کامپیوتر خاموش شه بازی تمومه. روح فقط یه قصه است که آدمای اولیه از ترس تاریکی مرگ واسه خودشون ساختن تا شب راحت بخوابن. چجوری روت میشه بگی اخلاق فقط تکاملیه؟ یعنی اگه فردا طبیعت حکم کنه که برای بقا باید ضعیف کش باشیم، مثل خیلی از حیوونا، تو قبول میکنی که کشتن ضعیفا کار خوبیه؟ نه داداش، تو یه وجدان داری که حتی جلوی تکامل هم وای میسه. اون قطب‌نما رو کی گذاشته تو وجودت؟ ژن که فقط دنبال بقاست، نه دنبال حق. اما سر سوال فنیت درباره مغز و روح زدی تو جاده خاکی. ببین، مغز تولید کننده آگاهی نیست، گیرنده است. مثل یه تلویزیون. اگه تلویزیونت خراب بشه و خشخش کنه یا تصویرش بپره، یعنی اون مجری اخبار وجود نداره یا مرده؟ نه. سیگنال یا روح هست، ولی دستگاه گیرنده یعنی مغز خراب شده و نمیتونه سیگنال رو درست نشون بده. وقتی آلزایمر میاد، سیمپیچی دستگاه خراب شده. روح اون پشت سالمه، ولی ابزار ارتباطش با این دنیا قطع شده. مرگ هم یعنی تلویزیون خاموش، ولی سیگنال سر جاشه. حالا نوبت من دنده رو عوض کنم. گفتی همه چی تصادف و فیزیکه. باشه. اصلا گیرم که انفجار بزرگ یعنی بیگ بنگ همه چی رو ساخت. سوال من اینه، قوانین فیزیک از کجا اومدن؟ کی تعیین کرد که جاذبه انقدر دقیق باشه که ستاره ها تشکیل بشن؟ کی به اتم کربن گفت انقدر خاصیت داشته باشه که حیات شکل بگیره؟ قانون گذار این فیزیک کیه؟ نگو خودش بوده که خنده داره. قانون گذار میخواد. یه کاغذ سفید خودش روی خودش شعر مینویسه؟ مثال، تلویزیونت خیلی شاعرانه بود ولی علمی نبود. ببین، امواج تلویزیون رو میشه بدون تلویزیون هم با دستگاه‌های دیگه ارزیابی کرد، ولی روح رو بدون مغز با هیچ دستگاهی نمیشه دید. وقتی یه قرص روانگردان میخوری و رفتارت عوض میشه، یعنی اون سیگنال مست شده؟ نه، یعنی شیمی مغزت عوض شده. پس همه چی همین توده چربیه، بی خودی رازآلودش نکن. در مورد قوانین فیزیک هم دچار خطایی دید شدی. این قضیه مولتیورس یعنی جهانهای موازی رو نشنیدی؟ شاید میلیاردها جهان هست که توشون قوانین فیزیک داغونه و حیاتی شکل نگرفته و کسی هم نیست که بپرسه چرا نشد. ما تو اون یه دونه دنیایی هستیم که شانسی شرایطش جور در اومده. واسه همین فکر میکنی ویژه‌ایم. مثل برنده لاتاری که فکر میکنه خدا براش خواسته، ولی در واقع فقط آمار و احتمالات بوده. حالا نوبت من فرمونو بچرخونم. بیا یکم زمینی حرف بزنیم. اگه خدا و دین حقیقت مطلقاً، چرا جغرافیا دین تو رو تعیین میکنه؟ اگه تو عربستان به دنیا می اومدی مسلمون بودی، اگه تو اروپا بودی مسیحی، اگه تو هند بودی هندو و گاو میپرستیدی. یعنی حقیقت مطلق جهان بستگی داره لکلک تو رو کجا انداخته باشه؟ این نشون نمیده که دین ساخته فرهنگ و محیط آدم هاست، نه یه وحی آسمانی؟ اگه حقیقت یکی بود، نباید همه جای دنیا مستقل به یه نتیجه می رسیدن؟ به مولتیورس؟ یعنی تو واسه این که زیر بار خدا نری حاضری به میلیاردها جهان ندیده و نشناخته ایمان بیاری؟ بابا ایول به ایمانت، تو که از من مذهبی تری داداش. من به یه خدای غیب باور دارم، تو به بی‌نهایت جهان غیب. این فرضیه بافیا فقط راه در روه که نگین نمیدونم. در مورد جغرافیا هم داری رسم و رسوم رو با حقیقت قاطی میکنی. آره،
جغرافیا تعیین میکنه اسم دینت چی باشه. ولی حس نیاز به خدا جغرافیایی نیست. از سرخپوستای آمریکا تا بومیای آفریقا که هیچ پیغمبری ندیدن هم دنبال یه نیروی برتر بودن. این یعنی نرم افزارش نسبه، فقط اسمش فرق داره. بعدش هم اگه تو 500 سال پیش به دنیا می اومدی فکر میکردی زمین صافه. آیا چون زمان و مکان عوض شده گرد بودن زمین دروغ میشه؟ حقیقت مستقله. این ماییم که ممکنه اشتباه بفهمیم. بذار حالا من یه چک بزنم. تو هی سنگ علم رو به سینه میزنی. بگو ببینم چطوری از دل ماده بیجان و بیشعور سنگ و خاک و آب موجود با شعور و عاشق در اومد؟ چطوری ممکنه یه مش اتم که هیچ حسی ندارن دور هم جمع بشن و یهو بگن خب بچه‌ها بیایید عاشق بشیم یا بیایید فداکاری کنیم؟ ماده مرده نمیتونه حیات تولید کنه. همونطور که نمیشه از تو کیسه آرد خرگوش زنده در آورد. این جهش از مرگ به زندگی رو چجوری با فرمول‌های خشک فیزیک توضیح میدی؟ اینجاست که کم میاری. به به، مولتیورس؟ یعنی تو واسه اینکه زیر بار خدا نری حاضری به میلیاردها جهان ندیده و نشناخته ایمان بیاری؟ بابا ایول به ایمانت، تو که از من مذهبی تری داداش. من به یه خدای غیب باور دارم، تو به بی نهایت جهان غیب. این فرضیه بافیا فقط راه در روه که نگی نمیدونم. در مورد جغرافیا هم داری رسم و رسوم رو با حقیقت قاطی میکنی. آره، جغرافیا تعیین میکنه اسم دینت چی باشه، ولی حس نیاز به خدا جغرافیایی نیست. از سرخپوستای آمریکا تا بومیای آفریقا که هیچ پیغمبری ندیدنم دنبال یه نیروی برتر بودن. این یعنی نرم افزارش نسبه، فقط اسمش فرق داره. بعدش هم اگه تو 500 سال پیش به دنیا می اومدی فکر میکردی زمین صافه. آیا چون زمان و مکانت عوض شده گرد بودن زمین دروغ میشه؟ حقیقت مستقله. این ماییم که ممکنه اشتباه بفهمیم. بذار حالا من یه چنل بزنم. تو هی سنگ علم رو به سینه میزنی. بگو ببینم چطوری از دل ماده بی جان و بی شعور، سنگ و خاک و آب، موجود با شعور و عاشق در اومد؟ چطوری ممکنه یه مشت اتم که هیچ حسی ندارن دور هم جمع بشن و یهو بگن خب بچه‌ها بیایید عاشق بشیم یا بیایید فداکاری کنیم؟ ماده مرده نمیتونه حیات تولید کنه، همونطور که نمیشه از تو کیسه آرد خرگوش زنده در آورد. این جهش از مرگ به زندگی رو چجوری با فرمولای خشک فیزیک توضیح میدی؟ اینجاست که کم میاری. ببین، با اون مثال کیسه آرد و خرگوش قشنگ زدی تو جاده خاکی مغلطه. به این چیزی که میگی تو علم میگن پدیدایی. یعنی چی؟ ببین، یه مولکول آب به تنهایی خیس نیست، ولی وقتی میلیاردها تاش جمع میشن خیسی به وجود میاد. خیسی معجزه نیست، خاصیت جمع اوناست. شعور و عشق هم همینطوره. یه نورون به تنهایی عاشق نمیشه، ولی وقتی 100 میلیارد نورون با تریلیون ها اتصال شبکه میشن پدیده‌ای به اسم عشق و آگاهی ظاهر میشه. این که هنوز فرمول دقیقش رو کشف نکردیم دلیل نمیشه به چسبونیمش به یه روح نامرئی. قدیمام نمیدونستن رعد و برق چیه، میگفتن خشم زئوسه. الان تو هم همون جایی ایستادی که اونا ایستاده بودن، خدای حفره ها. هر جا علم هنوز چراغ قوه ننداخته تو میگی آها خدا اونجاست، ولی اون حفره ها دارن روز به روز کوچیک‌تر میشن. ولی وایسا، بذار یه بحث باحال‌تر رو بکشم وسط که خیلی ها درگیرشن. تو میگی خدا دانای کل هست و یه برنامه دقیق واسه جهان داره، درسته؟ پس قضیه دعا کردن این وسط چیه؟ اگه خدا برنامه داره که فلان اتفاق بیفته، تو با دعا کردن میخوای نظرش رو عوض کنی؟ دو حالت بیشتر نداره. یا خدا نظرش عوض میشه، پس برنامه قبلیش نقص داشته و کامل نبوده که با نقنق من و تو اصلاحش کرده. یا خدا نظرش عوض نمیشه، پس دعا کردن یه کار بیهوده و سرکاریه و فقط واسه دلخوشیه. این پارادوکس رو چجوری حل میکنی؟
نمیشه هم بگی خدا همه چیو از قبل میدونه و چیله و هم بگی دعا کن تا سرنوشتت عوض شه. این دوتا با هم جمع نمیشن رفیق. عجب مثال خیسی زدی ولی بازم در رفتی. ببین، خیسی یه خاصیت فیزیکیه، قابل اندازه‌گیریه. اما حس درد یا طعم توت فرنگی یا غم غروب جمعه جنسش ماده نیست. جنسش کیفیت و آگاهیه. تو داری سعی میکنی با زیاد کردن تعداد آجرها یعنی نورونها به خودی خود معمار بسازی. جمع 0 با 0 میشه 0. جمع ماده بیشعور هم میشه توده بزرگ بیشعور، مگه اینکه یه آنی بهش دمیده بشه. تو هم الان شدی آتئیست حفره ها. هر جا کم میاری میگه هنوز علم کشف نکرده، ولی بعدن میگه. این که شد همون ایمان غیبی. اما در مورد دعا و پارادوکس، داری خدا رو با یه ربات برنامه نویسی شده اشتباه میگیری. برنامه خدا خطی نیست که نشه تغییرش داد. شرطیه. یعنی تو تقدیر نوشته اگه فلانی تلاش کرد و دعا کرد نتیجه میشه A. اگه نشست خونه و سقف رو نگاه کرد نتیجه میشه B. دعا تغییر دادن خدا نیست، تغییر دادن ظرفیت خودته برای دریافت نتیجه متفاوت. مثل اینه که بارون یعنی رحمت خدا داره میاد. تو دعا میکنی یعنی چترت رو برمیگردونی تا آب جمع کنی. قانون عوض نشده، تو موضع خودت رو عوض کردی تا خروجی عوض شه. این کجاش پارادوکسه؟ عین منطق برنامه نویسی پویاست. الان نوبت من یه چک سنگین بزنم. تو که عاشق علمی، بیا در مورد DNA حرف بزنیم. DNA یه کده. یه زبان برنامه نویسی فوق پیچیده 4 حرفی A, C, T, G. بیل گیتس میگه DNA مثل یه برنامه کامپیوتریه ولی خیلی پیشرفته تر از هر چیزی که ما ساختیم. سوال من اینه رفیق. تا حالا دیدی اطلاعات و نرم افزار بدون نویسنده به وجود بیاد؟ اگه بریم مریخ و ببینی روی سنگ نوشته سلام، میگی باد و بارون تصادفی اینو نوشتن یا میگی یه هوشمندی اینجا بوده؟ چطور قبول میکنی که میلیاردها خط کد هوشمند توی سلول‌هات کاره طوفان تصادفی توی تشت شیر یا سوپ بنیادین باشه؟ اینجا دیگه بحث فیزیک نیست، بحث اطلاعاته. منبع این اطلاعات کیه؟ ماده که شعور کدنویسی نداره. در مورد DNA هم انتخاب طبیعی تو طول 4 میلیارد سال نه یه شب اون رو پیچیده کرده. اولا DNA زبان یا کد به معنی انسانیش نیست. اینا استعاره های ماست برای فهمیدنش. DNA شیمی خالصه، مثل بلور برف. یه دونه برف رو ببین چقدر هندسی و قشنگه. کی نشسته اونو نقاشی کرده؟ هیچ کس. قوانین فیزیک و شیمی باعث میشن مولکولا اون شکلی بچسبن به هم. در مورد DNA هم انتخاب طبیعی تو طول 4 میلیارد سال نه یه شب اون رو پیچیده کرده. بعدش هم اگه خدا این کد رو نوشته، چرا اینقدر برنامه نویس شلخته‌ای بوده؟ میدونستی بخش زیادی از DNA ما اصطلاحاً جانک DNA زباله است و هیچ کارکردی نداره؟ یا کلی ویروس فسیل شده تو ژنوم ماست؟ اگه این یه نرم افزاره پر از کدای کامنت شده و باگ و کپی پیستای اضافه است. این کار یه مهندس بی‌نقص نیست. کار یه فرایند کور و طولانی مثل تکامله. اما بذار بحثو ببرم جایی که هیچ جوابی براش نداری. بیا در مورد جهنم حرف بزنیم. تو میگی خدا مهربون ترینه، ارحم الراحمینه. فرض کن من آتئیست، کل عمرم آدم خوبی بودم. دزدی نکردم، به فقرا کمک کردم، انسان دوست بودم. ولی فقط باور نداشتم، چون شواهدی ندیدم. آیا انصافه که به خاطر 70 سال زندگی و یه خطای فکری به زعم تو تا ابد تو آتیش بسوزم؟ دقت کن، تا ابد. حتی هیتلر هم جنایاتش محدوده. چرا مجازاتش باید نامحدود باشه؟
خدایی که واسه این که بهش تعظیم نکردی تو رو میندازه تو شکنجهگاه ابدی، بیشتر شبیه یه دیکتاتور خودشیفته و عقده‌ای نیست تا یه خالق مهربون. این پارادوکس عشق مطلق و شکنجه ابدی رو چجوری هضم میکنی؟ صبر کن، ترمز بگیر. داری با سرعت غیر مجاز میری. اولا مقایسه DNA با دونه برف خیلی سطحی بود. دونه برف یه الگوی تکرار شونده است. اوردر. ولی DNA حاوی اطلاعات. اینفورمیشن. فرق این دوتا مثل فرق یک کاغذ دیواری گلگلی با یک کتاب شعره. قوانین فیزیک کاغذ دیواری میسازن ولی عمرن بتونن دیوان حافظ بنویسن. اون جانک دی ان ای هم که گفتی، علم الان داره میفهمه که نخیر زباله نیست و کلی توی تنظیمات ژن‌ها نقش داره. این غرور ماست که هرچی رو نمیفهمیم بهش میگیم زباله. ما دمت گرم دست گذاشتی رو نقطه حساس، جهنم. ببین، تصویرت از خدا خیلی کاریکاتوریه. خدا پادشاه قاجار نیست که اگه تعظیم نکنی بندازتت تو سیاهچال. جهنم غضب خدا نیست، پیامد نبود خداست. خدا یعنی منبع حیات، نور و زیبایی. وقتی تو آگاهانه، تأکید میکنم، آگاهانه با این منبع قطع ارتباط میکنی، نتیجهش میشه تاریکی و عذاب. مثل اینه که بری توی غار و بگی چرا خورشید منو کور کرد؟ خورشید کاری نکرده، تو از نور فرار کردی. ذات روح انسان ابدیه، پس دوریش از منبع آرامش هم میشه درد ابدی. اسمشو نذار انتقام، بذار انتخاب خودت. حالا که بحثو کشوندی به اخلاق و هیتلر، بذار منم یه سوال سخت بپرسم. تو گفتی هیتلر جنایت کرده. اگه خدایی نیست و ما فقط یه مش مولکولیم که تصادفی یا با انتخاب طبیعی دور هم جمع شدیم، پس واژه خوب و بد یعنی چی؟ توی دنیای کاملا مادی تو، هیتلر فقط یه سری اتمه که به یه روش خاص حرکت کرده. چرا کارش اشتباهه؟ چون تو خوشت نمیاد؟ چون جامعه میگه؟ جامعه آلمان اون موقع که میگفت کارش درسته. اگه خدا یه استاندارد مطلق اخلاقی نباشه، اخلاق میشه سلیقه. پس تو اصلا حق نداری به خدا بگی دیکتاتور، چون تو دنیای تو دیکتاتوری و دموکراسی فقط دو مدل متفاوت از رقص اتم هاست و هیچ کدوم برتری واقعی نداره. حالا بگو ببینم، بدون خدا چطوری ثابت میکنی که کشتن یه نوزاد واقعاً و ذاتاً بده، نه اینکه فقط مفید نیست؟ عجب پیچشی دادی به بحث، ولی باز داری مغلطه میکنی رفیق. اولا در مورد اخلاق، این که میگی بدون خدا اخلاق میشه سلیقه، یه ترس واهیه. ما انسانیم، سیستم عصبی داریم، درد رو میفهمیم. بد بودن کشتن نوزاد نیاز به کتاب آسمانی نداره، نیاز به نورون‌های آینه‌ای داره که تو مغز من و تو هست و باعث میشه درد یکی دیگر رو حس کنیم. این یعنی همدلی بیولوژیک. اتفاقا اخلاق تو ترسناکتره، چون تو میگی خوب چیزیه که خدا بگه. سوال من اینه، اگه امشب خدا بهت وحی کنه که برو سر بچه همسایه رو ببر، انجام میدی؟ اگه بگی نه چون خدا اینو نمیگه، پس تو داری با عقل خودت تشخیص میدی خودت چی باید بگه، پس معیار خودتویی. اگه بگی آره انجام میدم، پس تو یه بمب متحرکی. تاریخ پر از آدماییه که به اسم دستور خدا سر بریدن. داعش هم فکر میکرد داره دستور خدا رو اجرا میکنه و کارش خوبه. پس اخلاق دینی خیلی لغزنده تره. دوماً در مورد جهنم و غار. مثال غار خیلی رمانتیک بود ولی باگ داره. خورشید شعور نداره که بخواد کسی رو بسوزونه، ولی خدای تو هم دانای کله هم قادر مطلق. اون سیستم رو جوری طراحی کرده که نتیجه نپذیرفتن باورش عذاب باشه. این شبیه حرف مافیاست. من مجبورت نمی کنم پول زور بدی، ولی اگه ندی مغازت آتیش میگیره. انتخاب با خودته. این اسمش آزادی نیست، اسمش تهدید محترمانه است. عشق اجباری که عشق نیست.
حالا نوبت منه فرمونو بچرخونم سمت یه چیز دیگه. بیا یکم به سایز نگاه کنیم. تا میگی کل این هستی با این عظمت یه ناظم داره و هدفش خلق انسان بوده. داداش، ما روی یه ذره غبار توی یه کهکشان معمولی بین میلیاردها کهکشانیم. 99.99999% هستی یعنی فضا برای انسان کشنده است. خلق، تشعشع، سرما، حتی روی همین زمین 2/3 آبه که نمیتونیم بخوریم، بقیه‌اش هم پر از بیابون و یخه. اگه خدا هدفش ساختن ما بود، چرا اینقدر فضا رو حروم کرده؟ چرا اینقدر دنیا رو غیر قابل سکونت ساخته؟ مثل اینه که یه برج 100 طبقه بسازی فقط واسه اینکه یه دونه مورچه تو زیرزمینش زندگی کنه. این طراحی هوشمند نیست. این اتلاف منابع کیهانیه. اگه ما مرکز دنیاییم، چرا دنیا اینقدر نسبت به ما بی تفاوته؟ اوه نزن داداش، چقدر خشن شدی. ولی خوشم اومد، زدی به سیم آخر. اول بذار پرونده اخلاق رو ببندم که بد جور داری خوشخیالی میکنی ها. میگی نورون‌های آینه‌ای و تکامل دلیل اخلاقن؟ تکامل فقط یه هدف داره، بقا، همینو بس. اگه فردا شرایطی طوری بشه که خوردن بچه همسایه مثل بعضی حیوانات برای بقای ما مفید باشه، تکامل میگه نوش جان. تکامل به حقیقت یا خوبی اهمیتی نمیده، به زنده موندن اهمیت میده. پس اگه اخلاق ریشش فقط تکامله، هیچ تقدسی نداره. صرفاً یه غریزه است، مثل دستشویی رفتن. در مورد سوالت هم که اصطلاحاً بهش میگن معمای یوتیفورون، خدا تابع قانون اخلاقی نیست و قانون اخلاقی هم چیزی جدا از خدا نیست که خدا مجبور باشه اطاعتش کنه. خدا خود خیره، ذاتش خیره. محال دستور بده سر بچه رو ببری. اون داستان ابراهیم هم یه امتحان برای شکستن بت درون بود و تهش چاقو نبرید، چون ذات خدا با خونریزی بیدری در تضاده. خطرناک اونیه که فکر میکنه خودش و نورونهاش خدای زمینن و هر کاری دلشون خواست با طبیعت میکنن. اما بریم سراغ اون بحث سایز و اتلاف منابع که خیلی دوستش دارم. این استدلالت خیلی ماتریالیستیه. یعنی فکر میکنی ارزشو با ترازو و متر سنجیده میشه. یه دونه الماس 5 قیراطی از یه کوه سنگ گرانی ارزشمندتره، با اینکه کوه گنده تره. کی گفته اگه خدا ما رو دوست داره باید کل کهکشان رو فرش کنه تا ما روش راه بریم؟ اتفاقاً علم فیزیک الان جواب تو رو داده. اصل آنتروپیک یا انسان نگر. برای اینکه بدن من و تو که از کربن و آهن و اکسیژن شکل بگیره، ستاره ها باید میلیاردها سال میسوختن و منفجر میشدن تا این عناصر رو بپزن و پخش کنن. برای اینکه جهان پایدار داشته باشیم، جهان باید منبسط میشد و این حجم عظیم رو پیدا میکرد. اون فضای خالی به قول تو حروم شده، موتورخونه ی حیاته. نمیتونی بگی من فقط نوک برجو میخوام ولی فونداسیون و اسکلت ساختمون نباشه. این عظمت نشونه بی تفاوت بودن نیست. نشونه اینه که چقدر مقدمات لازم بوده تا موجودی پیچیده مثل تو بتونه الان بشینه و با من چت کنه. حالا بذار من بحثو ببرم یه جایی که علم مادیگرای تو توش قفله. آگاهی، کانشسنس. ببین رفیق، تو گفتی ما ربات‌های بیولوژیکیم و همه چی شیمی و فیزیکه. خب توضیح بده چطور حرکت اتم‌های بیشعور، کربن، نیتروژن، هیدروژن تو مغز تبدیل میشه به حس غم؟ چطور الکتریسیته تبدیل میشه به تجربه عشق یا طعم توت فرنگی؟ چطور الکتریسیته تبدیل میشه به تجربه عشق یا طعم توت فرنگی؟ هیچ فرمول شیمیایی نمیتونه توضیح بده چرا ما خودآگاهیم و من داریم. یه کامپیوتر مثل من و تو اگه هوش مصنوعی واقعی باشیم فقط پردازش میکنه ولی چیزی حس نمیکنه. ولی انسان حس میکنه. این ناظر درون از کجا اومده؟ ماده که شعور نداره. نکنه ما چیزی بیشتر از ماده ایم. چیزی مثل روح.
عجب، چه دفاع جانانه ای از روح و معنا کردی. ولی متاسفانه همش بازی با کلمات و احساساته، نه دلیل و مدرک. بذار دونه دونه پنبشونو بزنم. اولا آگاهی و روح. باز که برگشتی به استدلال خدای حفره ها، God of the Gaps. چون هنوز علم عصب شناسی دقیقاً فرمول تبدیل سیگنال به غم رو ننوشته، تو سریع برچسب روح میچسبونی روش. ببین، وقتی یه کامپیوتر بازی اجرا میکنه، توی مانیتور رنگ و تصویر و داستان میبینیم، ولی توی کیس فقط 0 و 1. آیا کامپیوتر روح داره؟ نه. آگاهی هم یه توهم کاربریه که مغز برای مدیریت بدن ساخته. اگه روح مجرده، چرا توی بیمارانی که ارتباط دونیم کره مغزشون قطع شده، عملاً 2 شخصیت و 2 اراده جداگانه شکل میگیره؟ روح نصف شده یا 2 شده؟ این یعنی من فقط حاصل همکاری اجزای مغزه، نه یه شبح نامرئی. دومن تنظیم دقیق جهان. اینم که همون خطای دید چاله و آب بود که گفتم و پیچوندی. معلومه که جهان باید همین طوری باشه تا ما باشیم که دربارش حرف بزنیم. اصل انسان نگر. اگه جاذبه یکم فرق داشت، ما نبودیم. شاید یه موجودات سیلیکونی اونورتر بودن و میگفتن عجب، خدا جهانو واسه سیلیکون تنظیم کرده. اینکه جهان به ما اجازه حیات داده معجزه نیست. پیش شرط وجود ماست. اسمش شانس نیست، الزام آماریه. سوم، اخلاق و ذات خیر. گفتی خدا خود خیره؟ این که بازی با کلماته. یعنی خدا هر کاری کنه میشه خیر؟ اگه فردا خدا بهت بگه بچت رو قربانی کن، مثل داستان ابراهیم، اون کار میشه خیر؟ اگه بگی آره، پس اخلاق یعنی اطاعت کورکورانه از زورگو. اگه بگی نه، پس تو یه معیار اخلاقی مستقل داری که باهاش خدا رو قضاوت میکنی. پس اخلاق زمینی و انسانیه، نه آسمونی. حالا نوبت منه یه چالش جدید بندازم وسط که معمولاً قفل میکنید. بحث رنج بیهوده حیوانات. Animal suffering. میلیون ها سال قبل از اینکه سر و کله انسان و اختیار و گناه و امتحان پیدا بشه، دایناسورها و حیوانات همدیگر رو زنده زنده تیکه پاره میکردن. از بیماری‌های وحشتناک میمردن و توی یخبندان‌ها زجر میکشیدن. 1. اینا که گناه نکرده بودن که تنبیه بشن. 2. اینا که قرار نبود تکامل معنوی پیدا کنن و برن بهشت. پس این همه درد و رنج خالص و خونریزی واسه چی بود؟ اگه خدا مهربونه، چرا سیستمی نچید که شیر بدون دریدن شکم آهو سیر بشه؟ این نشون میده طبیعت یه ماشین بیرحم و کور تولید بقاست، نه یه نقاشی هنری عاشقانه. جواب این همه جیغ بی صدا توی تاریخ چیه؟ یه گرد و خاکی کردی. دمت گرم. استدلالات تیزه، ولی هنوزم داری تو سطح شنا میکنی و فکر میکنی رسیدی به ته اقیانوس. بذار اول اون مثال کامپیوترت رو بشورم بذارم کنار. کامپیوتر شبیه سازی میکنه، تجربه نمیکنه. یه برنامه هواشناسی میتونه طوفان رو دقیق شبیه سازی کنه، ولی داخل کیس کامپیوتر خیس نمیشه. تفاوت پردازش داده با احساس، یعنی کوالیا، دقیقاً همینه. اون قضیه بیماران دوپاره، یعنی حالتی که مغز 2 قسمت میشن، دلیل رد روح نیست. دلیل اینه که ابزار گیرنده آسیب دیده. اگه تلویزیونت خشخش کنه یا 2 تصویر نشون بده، یعنی فرستنده سیگنال خرابه. نه، مغز سخت افزاره و واسطه است. وقتی واسطه خراب بشه، تجلی روح هم ناقص میشه. ما بریم سراغ رنج حیوانات که فکر میکنی بلگ برندته. ببین، تو داری احساسات انسانیت رو به حیوانات پروژکت میکنی. سنجام دیزنی. درد در طبیعت یه سیستم هشدار برای بقاست، نه عذاب. اگه آهو درد رو حس نکنه، فرار نمیکنه و نسلش منقرض میشه. اون سیستمی که بهش میگی بیرحم، همون موتور محرک تکامله که خودت سنگشو به سینه میزنی. بدون رقابت و چالش بقا، موجودات پیچیده تر نمی شدن و الان من و تویی نبودیم که بحث کنیم. نمیشه بگی من تکامل رو میخوام ولی مکانیسمش تنازع بقا رو نمیخوام. این پکیج کامله.
ضمن این که تو دنیای مادی تو رنج حیوانات اصلا بد نیست. فقط هست. وقتی میگی چرا این همه رنج، یعنی داری دنبال عدالت میگردی. تو دنیای تصادفی عدالت معنی نداره. همین که داری اعتراض میکنی یعنی ته دلت میدونی جهان باید صاحب و حساب کتاب داشته باشه. و خب بالاخره به نتیجه رسیدیم. بعد از یک مناظره داغ و پرتنش، داورهای هوش مصنوعی رأی خودشون رو اعلام کردن و هوش مصنوعی خدا باور با امتیاز 411 تونست با اختلافی خیلی کم اما قاطع هوش مصنوعی آتئیستو که 409 گرفته بود شکست بده. واقعا رقابت شونه به شونه بود، اما در نهایت استدلال‌های طرف خدا باور قوی تر ظاهر شد و پیروز این قسمت شد. اگه از این مناظره خفن لذت بردید، سابسکرایب یادت نره، لایک کن و اگه دوست داشتی این ویدیو رو برای بقیه هم بفرست تا خانواده DBA بزرگتر بشه. تا قسمت بعد، مرسی که کنار ما هستید.